امروز در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت عید مهرگان در یکجایگی با فستیوال نمایش محصولات و تکنیکای کشاورزی، فستیوال زنبور پروران، نمایش و فروش عسل، فستیوال نمایش و فروش شالی و برنج با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. در این معرکه نمایندگان از حکومت کشور، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کشاورزی، اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی کشور، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی اشتراک کرده از محصول دست کشاورزان و هنرمندان دیدن کردند. در صحنه باغ فرهنگی و فراغتی دهقانان و هنرمندان از تمام گوشه و کنار جمهوری جمع آمده محصولات تازه کشاورزی از قبیل نوعهای گوناگون زراعت، سبزیجات، میوه‌جات، عسل و غله‌دانگی ها را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد اشتراکداران نمودند. همچنین از جانب بهترین کدبانوهای مملکت خوراک‌های ملی آماده گردیده هنرمندان مردمی آثار دست خویش را منظور ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیدند. علی جان بردیه زنبور پرور از شهر خوجند ضمن صحبت به ما گفت که امروز در دایره تجلیل از عید مهرگان و فستیوال زنبور پروران 4 نمود عسل خوش صفت را به شهر دوشنبه آورده با نرخ‌های ارزان پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده است. 4 نمودی عسل را پیشکش کرده استادم. یکتاش عسل گلی سیاه دامن، دویمش علفی کوگوتی، سیومش آورو گفتگی چیز. بعد چهارمین عسل داریم اکورای گفتگی گلش سفید میشه. همه این برای سلامتی انسان ضرور. ما هر سال در هر چهاربینی ها صده با مهرگان با روزهای استقلالت و اشتراک نموده عسل‌های با صفت مردم تاجیکستان پیشکش کردیم. ما از جناب عالی پرزیدنت محترم امام‌الله رحمان می‌ندانیم که نسبت غمخواری زنبور پروران همه وقت تیار زندگی ما ناست در صلح و تنظیم آرامی تاجیکستان زندگی داریم. خلق مردمی دوشنبه من یارمارکه آمده عید رو اشتراک کرده خریداری کرده می‌نداری خودشون رو اظهار کرده است. مورد به ذکر است که سرور دولت محترم امام‌علی رحمان ضمن یکی از سخنرانی‌هایشان تاکید نمودند که مهرگان جشن تیرماهی سال به حساب رفته گذشتگان ما آن را همچون رمز شکرگزاری از نعمت‌های طبیعت و زحمت کشاورزان منسوب دانسته با این وسیله به پیوند انسان و طبیعت ارج می‌گذارند. به این معنی مهرگان برابر انکشاف زراعتکاری و جاری گردیدن تقویم دهقانی پیدا شده جشن حاصلات و کشاورزی به شمار می رود. طور امام‌الدین نصرالدین زاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه فیض‌آباد ضمن صحبت به ما گفت ساکنان و دهقانان این ناحیه با یک روحیه بالیده به شهر دوشنبه آمده برای نمایش فروش زیاده از 20 تن محصولات کشاورزی را با نرخ ارزان پیشنهاد خریداران و تماشابینان گردانیدند. ناحیه فیض‌آباد که گفتیم چنانچه ناحیه کشاورزی می باشد زیاده از 6336 گکتار باغ‌ها دارد که از آن 4000 گکتارش باغ‌های میوه دهنده می باشد. باید گفت که مهرگان جشن پاکیزگی و فراوان حاصلی و رزق و روزی مردم بوده تجلیل با شکوه آن شهادت از روزگاری با سعادت مردمی کشور می باشد. همین است که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2009 در جمهوری عید مهرگان چون عید ملی تجلیل می شود. آن مثل جشن‌های تاریخی نوروز، سده، تیرگان و غیره از قدیمترین عیدهای ملی مردمی آریای نژاد محسوب گردیده تجسمگری سنت‌های نیک انسانی فیض و برکت خان پرنعمتی کشاورزان می باشد. سروینازی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.